خطایی شرط انسانیت است، اما خطایی تا خطایی را دارد. پیش از تجربه آموز، پیش از خطایی تحلیل کن. منظور از خطایی این دیده و دانسته خطایی کردن نیست. کاری کرده که نتیجهش خطا بود، خودت را قربانی آن نکرده، سبکی از آن بگیر و راحت را دوام ده. فراموش نکن آنهایی که با ترس پاکی عمر میگذارند نمی افتن، نمی شکنن، ولی هیچگاه نمی سازن. پیام من این است که بجویی، بگردی، بگذری و بیافروزی. دلم میخواهد تو را در اوج جسارت بینم که با قلب زنده رو به آسمان قدم‌های پرمعنا برداری. پس باز باش به سوی زندگی، به سوی خطا، به سوی خدا و به سوی خودت. نترس، زیرا زندگی این جایی است که ترس پایان می‌یابد و آغاز تو شروع می شود. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.